لباس شنای خانم‌های اروپایی غربی 100 سال پیش یه لباسی بود آستیندار، یه مایو بود، مایو آستیندار و تا اینجا کاملا پوشیده. خب بعد یواش یواش این اومد هی بالا به ترتیب به مرور زمان و شد یه مایوی یه تیکه تمام قد. خب بعد یواش یواش شد 2 تیکه، بعد یواش یواش شد 1 تیکه. الان هم مایوهایی هست که اصلا نمیدونم اصلا بپوشن نپوشن گویا تفاوتی نمیکنه. حالا باز برمیگردیم به فرهنگ. چرا در غرب اینطوری شد؟ و من میخوام به خواهران ایماندار، خواهران مسیحی ایرانی یا حتی خواهران مسلمان ما بگم که این چیزهایی که الان دارم میبینم مطابق مسیحیت نیست. اتفاقا مسیحیت ستیزه.